سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. اگه میدونم آروم حرف میزنم به خاطر اینه که همه اینجا خوابن و ساعت یه رو به یک نصف شبه و امروز جمعه است، یعنی من فردا قرار دارم مدرسه، ولی باز بهش خودتون اومدم یه ویدیو رکورد میکنم و همین. بریم ویدیو رو ببینیم و یه توضیح من راجع به ویدیو. قرار نیست تو این ویدیو من زیاد حرف بزنم و چیزی بگم چون همه اینجا خوابن. صرفا قراره چند مچ رو یه پرکتیس پی وی پی بیلد یو اچ سی چه میدونم بد وارز فایربال فایت و اینو پلی بدیم و بعدش من برم بگیرم بخوابم چون خیلی خوابم میاد. من یه زیاد حرف نمیزنم، گفتم چون همه اینجا خوابم وسط یا به یک نصف شبه. پس بریم که ویدیو رو ببینیم، یعنی بریم این ویدیو هم احساس میکنم زیاد هنوز کات خاصی داشته باشه، صرفا فقط خودمونیم. بذار من چتم کامنتس آنلی بذارم و چی بریم بد فایت. و اینترنت ما کم افتضاحه چون خونه آرادی نامنوز و این داره با پی سی آراد رکورد میشه. میام جز قرار نیست ویدیو کد خاصی داشته باشه، صرفا قراره با هم یه پلی بدیم و یکم پیش هم باشه. همین. اوه FPS هم چرا انقدر افتضاحه؟ هی وایسا چرا انقدر FPS هم داغونه؟ یا واسه پارتیکلا رو خاموش روشن کنم یه بار. تو گیم ستینگ دیتیل اوکی. یه نظر هستیم من این چیز رو اوکی کنم. اینشاءالله که اوکی میشیم. بریم ببینیم از چی باید کنیم. بلوک منو برداشت و این از خوبی های خونه آراد رکورد کردنه. پیسیش خوبه ولی نتش ریده. مرسی که مردی. ای ریدم. مرد. و اینم بگم یکم باید آرومتر پلی بدم چون صدا موسیقی بوره دهن سرویس کنم. میتونم بزنم و میگم باید آرومتر یکم پلی بدم. من اگر یکم میبازم آره دیگه به خاطر همینه مجبورم آرومتر کلیک کنم، مثلا سری کلیک نکنم که همین بیدار نشد. اگه رو به یکی نصف شبه پشمام حاجی. مثلا جالبیش به اینه فردا مدرسه دارم. آروم آرومتر پشمام. اینجا کلاجی کردم، اینجا بلاک گذاشتم. پشمام ریخت. کی اسمش؟
ای مردم. اشکال نداره این حالا یکم نوب برم. این از این خوبی های اکفاتان ند شد. یکی نصف شب یارو آمده داره موین پلی میده. انداختم اینت. این یکی نصف شب گوسفش آمده داره موین پلی میده. ماشینش تو کف خیابون. این چرا میتونه منو بزنه؟ چون پینگش درست حسابیه. یارو مگر خیلی نوبه. نگاه من با پینگ تخم دارم کامبوش میکنم. یه چیزی کم سر و صدا باشه چیه؟ بنباز که نیست. اینم بیری و چیزی. اوه یکی اومد پشمان. که نکنه دوباره فکر میکنه من چیترم. اینجا قدرتمون کم به رخ بکشم. نه این یارو خیلی بودش بهتره. نه
بچه ها بیاییم کار بکنیم. من دارم مثلا بازی عادی میکنم، یعنی دیگه حرف نزنم چون هم گفتم دیگه، فکر کنم برای 200,000 بار گفتم. ایشا اوکی لفت بده بیا. اوکی من بازی عادیمو میکنم و به اصطلاح دیگه چیز نکنیم دیگه، حرف نزنیم. اسم این چی بود؟ گفتم از این کامل بگم نگفتم درست. یه دیگه اینجا که دیگه خیلی دیر وقت میشه، من فقط همون پلی عادیمو میدم و دیگه حرفی نمیزنم. یه جوری همون واسه سمانمون میشه، ولی آره دیگه بدوار سمانه یه جوری ASMR میشه، ولی خب مثلا با این فرق که من اوایلش مثلا حرف زدم و اینا، کم خانوادیشو کنیم. باجه این رو خیلی بازیش خوبه، خوشم یاد، حریف تمرینی خیلی خوبیه، دمشم گرم. مشتیه هر کسی عشق من یا چه قرمت برم، خیلی دمت گرم مشتی هستی. عشقونه که هر کسی عشق بمونی و عشق هستی، بیشتر عشق بمونی. خیلی مشتی فایبارم نگرفته هنت سرویس. دمت هم میگرم باجه، این خیلی این با اینجور آدم خیلی حال میکنم باجه. مشتی هم گیمشون خوبه، کسی آدم نمیگن باشی مثلا چه میدونم به بازی مسخرت نمیکنن، کنن آدم خیلی خوبی هست، دمشون گرمه. اگه دیدم همتون میگم شبکه هرجا که هستی ناک 12 اف شبه هر که هستی، هم تن خودت هم تن خونه بودن نکنن، هر کی میشنسی هر کی که عشقت میکشه سالم و سعی باشه. خیلی اینجا بودم این من شیر دوست دارم، دارم هم میگم که داره با پلی میگردم اونت بشم، خیلی مشتی هست عشق کنم. اگه داری این ویدیو رو میبینی البته الان فکر کنم ثابت کنم. عشق من داداش، عشق من، عشق من خیلی مشتی هستی حاجی. قلب منی
بچه‌ها اگه ناک 12 اف چنل یوتیوب داره، من چنل یوتیوبش هم تو دیسکریپشن براتون میذارم، دمش گرم، برین حتما سابش بکنین. اگه هم نداشت که یه قلب براش تو کامنت ها حتما بذارین، حتما براش بذارین. خیلی آدم مشتیه، دمش گرم واقعا، اصلا عشق میکنم با همچین آدمایی. دمشون گرم، دمتون گرم، دمت تو گرم داشت، دمت تو گرم، خیلی مشتی هستی، دمت گرم، دمت گرم. اصلا نمیدونم من نوشته شب نمیدونم چجوری با تشکر کنم، ولی آره دیگه، میدونی میام نصف شب چیزی بزنم نمیرسه خوابم هم میکرم میاد، ولی دمت گرم، دمت گرم که هستی، دمت گرم. دمت گرم، دمت گرم، دمت گرم، دمت گرم، اصلا دمت گرم با توان بی‌نهایت. اوکی. خیلی عشقی. اوکی بریم کلاسی یه مچ بعد بریم فایبال فایت. خب امشب تمام ویدیوهاتو چیز میکنم. عشق منی، عشق منی، قلب منی. الان چنل واه بنازم جیجی زیزی. خب یه ویدیوهاتو هم دیدم، شورت ویدیو. آره یه دونشون دیدم که رفتم ثابت کنم، یه دونشون هم دیدم. ایول عشق منی. الان چه این ویدیویی هم که داریم میگیریم واقعا بذارم عشق اصلا. حل به به، هر جور راحتی سلطان. قربونت بشم عشق منی، دمتم گرم. آره آدم به این مشتی نیده بودم ناموسن. عشق منی بابا داشت. آخ کسی کاری کردم، ببخشید کسی کاری کردم. چیه چرفیه. ایول جیجی خب جیجی بریم بهت فایت هم نمیدش. بریم ایول. حله ای وای دم پریدم بزنمت وایت شده. نه قربان دیدم داشتی پیریج میکشیده. ای جیجی ای وای ایول باشه، خیلی خوبه بازیت، جدا میگم. منی یه میدونی یه چی بگم، میدونی اینو وسط فایت مثلا ببین دست تو یارو رو یارو بر ندار. این چی؟ آره مثلا قفل کن رو یارو، میدونم چی میدونی چی میگم. اینطوری خیلی بهتر میشه بازی. ای وید بود اینجا. هر ببخشید نه بابا پدا چه حرف. خیلی بد فشار داره. اومدید بزنی کندم. ای وای اچ پیم کم بود، ببخشید ببخشید. نه بابا این حرفیه، هر جور عشقت میگه تو بازی کن. عشق من فدام چه شب چشات شد.
وای چون یک نه هیچ فیلم یکی نه یکی نیست سه شیت نه چون پنج ای پشمام انداختم ببخشید انداخته حرکت لاشی کردیم چند چیز من یاد گرفتم. ببین این کاری که من انجام میدم اشتباه. میدونی چی کاریه؟ چی؟ وسط فایت جامپ میزنم، مثلا ببین وسط فایت دارم بیا یارو رو بهت میزنم بگم یه دفعه میپرم. بیا بهت بگم ببین مثلا این پلیر هست تو میخوای بری روش، مثلا اگه رو تو کامبو گرفته هی میزنیش، مثلا اونم هی داره میزنه تو رو، برای اینکه روش کامبو بگیری یعنی پشت سر هم A و D رو بگیر، چپ و راست شو چپ و راست شو، و یکم که کامبو گرفتی چپ برو راست برو، همینجوری هیتش بده. یعنی بیا با هم دیگه تستی بریم، اوکی یعنی با هم دیگه تستی اوکی بیا کنترل خودت کنترل هم همیشه نگه دار، یعنی همیشه چیز برو، همیشه اسپرینت کن. کنترل آره همیشه اسپرینت کن. کنترل کامیش نگه داشته است. خب بیا تستی بریم. آفرین آفرین من پینگم همه کم ریده. آره خب اوکی اصلا بپرم تو باید یه مچ دیگه ست بزنیم. اوکی اصلا منم بپرم بخوام. حل اهل کجایی حاجی؟ کدوم شهری؟ خب همین، خیلی ممنونم که تا اینجا این ویدیو رو نگاه کردین. یه رفیق خوبم پیدا کردیم امشب، دانشی هم خیلی مشتی بود، اصلا همه چیش مشتی بارانه بود، پلیش خیلی خوب بود، هم سنیم هم اتفاقا هم سنم هم هستیم. آریای گل خیلی مشتی هستی، قلب منی، هر جا که هستی تنت سلامت آجی. بریم ویدیو رو امشب سری ادیت بزنیم و بذاریم که آقا آریا لذت ببره، عشقشو بکشه آجی، عشق. خیلی ممنون که تا اینجا این ویدیو رو نگاه کردیم و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار. ساعت چنده؟ ساعت 3:30 صبح و نشستیم پشت سیستم، همین الان ادیت رو تموم کردیم و رخ پی سی آرات نه بچه ها نه همشه همین نشون میدم. از این ستاپ این مال منه، این یه دونه موس مال منه و همین خواستم همین رو بهتون نشون بدم. ساعت 3:30 صبح.